پسرم داری چی کار میکنی؟ دارم غذا میخورم. تو تخت که نباید غذا بخوری، بار آخرت باشه. پس چجوری رو تخت خودت ماس ریخته؟ اون ماس نی، خواهر برادرت. منی دردواری که سرمومه تمی بتر عذابم. الان نوبت بابامه. بابا جانه بابا امرتون. تاله شد تریاک فروش صدام کردی یه باشه که نگام. بگید داداش برو، کسی نبود منم صدا کن. حتما. فراد بیا، کسی نیست. اومدم. داداش بخور اینم با همون. خیلی خوب بود، کاملا قلنج پامو شکوند. فقط یه مقداری احساس کوفتگی دارم که حالا اونم به مرور زمان برطرف میشه. خیلی ممنون از دکتر خوبم.